تا حالا با خودتون فکر کردید که اگه یه ثانیه زمین از حرکت خودش بایسته چه اتفاقی میفته؟ شاید با خودتون فکر کرده باشید که هیچ اتفاقی نمیفته، یه ثانیه همه چی فریز میشه و دوباره به حالت عادی برمیگرده همه چی. ولی بچه‌ها خیلی دارین اشتباه میکنید. الان دلیلشو بهتون میگم. تا حالا توی یه ماشین با سرعت بالا نشستید که یهو راننده بدون اخطار قبلی بزنن روی ترمز؟ دیدید چه اتفاقی میفته؟ یهو پرت میشید به طرف جلو. دقیقاً قانون اینرسی همینو میگه، ما با همون سرعت ماشین به طرف جلو پرتاب میشیم. حالا چی میشه اگه این ماشین کره زمین باشه و فقط برای یه ثانیه ترمز دستیشو بکشه؟ سلام رفقا، به کانال چی میشه اگه دوباره خوش اومدید. از اونجایی که استقبالتون از ویدیو قبلی خیلی خوب بود، تصمیم گرفتم یه ایده خفن دیگه شبیه ایده ویدیو قبلی براتون بیارم که شاید حتی از اونم خفن تر باشه. ما اس نمی‌کنیم بچه‌ها، ولی زمین همین الان داره با سرعت وحشتناک 1600 کیلومتر بر ساعت به دور خودش میچرخه. یعنی ما خونهامون، ماشینامون، حتی گاو و گوسفندامون هم داریم با همین سرعت مثل یک گلوله توی فضا حرکت میکنیم. اگه زمین فقط یه ثانیه وایسه چه اتفاقی میفته؟ آماده پرواز هستید؟ بزنید پس بریم سراغش. وقتی زمین ترمز کنه همه چی متوقف میشه، البته چیزایی که به هسته زمین وصلن. من و شما و هر چیز دیگه ای که به هسته زمین وصل نیست با همون سرعت 1600 کیلومتر بر ساعت به سمت شرق شلیک میشه. توی این سرعت بدنمون مثل یک گوجه فرنگی که خورده باشه به دیوار متلاشی میشه. فکر کردید تموم شد؟ تازه اولشه. زمین وایساده ولی اتمسفر و هوای دور زمین هنوز داره با همون سرعت 1600 کیلومتر بر ساعت میچرخه. این یعنی مرگبارترین طوفان تاریخ. بادهایی با سرعت مافوق صوت که هر ساختمون و درختی که از پرتاب شدن جون سالم به در بردن و ریشه کم میکنه و با خودش میبره. و اما ترسناکترین بخش ماجرا، اقیانوس‌ها. آب اقیانوس‌ها هم ترمز نمیکنن مثل ما. آب‌ها با شتاب به سمت خشکی‌ها هجوم میارن و سونامیایی به ارتفاع چند کیلومتر شکل میگیره که توی یه ثانیه کل قاره‌ها و شهرها رو زیر آب میبره و قاره‌ها رو میشوره. یه ثانیه تموم شد، زمین دوباره شروع میکنه به چرخیدن، ولی دیگه زمینی نمونده که بخوایم روش زندگی کنیم. توی همون یه ثانیه تقریبا تمام حیات روی کره زمین نابود میشه. پس دفعه بعد که نشستید و فکر کردید که اگه یه ثانیه زمین نچرخه هیچ اتفاقی نمیفته، یادتون باشه که زمین داره با سرعت دیوونه‌واری ما رو توی فضا میچرخونه. اگه از این نابودی یه ثانیه‌ای لذت بردید، حتما ویدیو رو لایک کنید، توی کامنت ها برام بنویسید اگه قرار باشه فقط یه ساعت قبل از توقف زمین وقت داشته باشید چی کار میکنید که زنده بمونید. برای ویدیوهای پشم‌ریزون بعدی حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعد کمربنداتون رو محکم ببندید. فعلا خداحافظ.